دوستانی نویای سینو با تحقیق قضیه اوسیا زلفونوی 6 ساله شروع کرد که هفته گذشته از طرف 3 نفر آتش زده شد. بدن اوسیا 65% سوخته است و وزن ارزیابی می شود. 3 نورسی متهم در آزادی اند. 2 نفر آنها خوانندگان صنف 3 و 4 و 1 نفرشان 16 ساله است. مقامات به خاطر خلل نرساندن به رفت تفتیش در این باره چیزی نمیگویند. خبرنگاری رادیو آزادی که امروز به محل حادثه دهه چویرکوران رفت امکان یافت با خود گمانبران و آموزگاران آنها صحبت کند. رهبر صنف یکی از آنها گفت که از شاگردش این کار را امیدوار نبود. بای همو بچه کدگی میگیم ما وقتی دیدم که بای الوا سر داد میگم ما دویدم به سر مکتب اومده بود. همین طلبه ما به سر مکتب اومده دویده. کودک عقلش نگرفته که دروی همسایه گپ زنه دویده به سر معلم اومده. گفته که معلم گپ زنه. و توی اومده رفته که بعد خودشون خبردار شدن الوا کشتن. یکی از دیگر آموزگاران تخمین میکند که به این کار نورسی 16 ساله دست زده است. میگم من همین گپا میگم من نکنم وای بچه مجبور کرده باشه که سگ داشته سگ عرسو داشته خاطر ترسوندش نمیکنه. نورسی که صاحب سگ‌ها است نخواست در این باره با خبرنگاری رادیو آزادی صحبت کند. همکاران ما میگویند وقتی امروز با معلمان به منزل نورس آمدند او به تازه کردن دندانهای سگ‌هایش مشغول بود و نخواست درباره این حادثه با آنها حرف زند. تفصیلات وابسته به این موضوع در وبسایت رادیو آزادی گذاشته شده است و به زودی مصاحبه با معلمان و نزدیکان نورسانی متهم به آتش زدن اوسیا گذاشته خواهد شد.